یک برادر عزیزم با دختر تقاش اویلدار شدگی و دوستاش و اون نفرا که درگیر اطرافش هستن با اون برادر میگن که تو کاری خطا کردی، از نگاه تیپ این کار نادرست است، فرزندای سالم به دنیا نمیاد، اویلتون خوشبخت نمیشد. اسلام در این باره چی میگوید استاد؟ اسلام میگوید که دختری تقا، دختری عمک، دختری عمه، دختری خاله حلال است. پیامبر صلی الله علیه و سلم پسرشونه به دخترشونه به پسری علی دادن، یعنی پسری عمکشون. این چونین از این پیشتر به پسرای ابولهب داده بودن، به پسران دو عمکشون، به پسران عمکشون دو دخترشون را داده بودن. این هم سیومشون. این اجازت است، حرام نیست. و اگر معیوب های دنیا را گیرید، مثلا در دنیا چقدر معیوب باشد همش حساب کنید و سببی معیوبیش بینید، 70-80% همون معیوب ها پدر و مادرش بیگانه هست، پدر و مادرش خیش نیست. و اگر این ضرر می داشت شریعت این آگاه میکرد، میگفت که خاندار نکنیتون به نزدیکاتون که فرزنداتون کجله میشد یا بجله میشد یا نابینا میشد یا مسلوق میشد یا معیوب میشد. شریعت بیان میکرد هر چیزی که ضرر دارد شریعت بیان میکرد. آب راست ایستاده ننوش گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. راست ایستاده نوشیدن این ضررش مثل ضرر عرق نه. از عرق نوشیدن هم من کردن، از راست ایستاده چای نوشیدن و آب نوشیدن و طعام خوردن هم من کردن. لیکن این ضررش مانند ضرر عرق نه، لیکن کم ضررش های. میگم که راست ایستاده نوشی اگر همین نوشیدگیت فیلتر نشده یک بار به معده روده میفراید، اگر در ترکیبش میکروباش باشد ضرر میبینی. اگر نشسته خوری فیلتر میشد، چیزای اضافگیش جای درکاری میرد، تازهش جای درکاری میرد، ضرر نمیبینی. میگه نشسته خوردن، نشسته نوشیدن، نشسته خوردن. یعنی حتی ضررهای معده شریعت بیان کردگی هست. کودکاتون وقتی شام سر نتیتون که این وقت شیطان ها پهن میشد. یعنی شریعت معده ترین ضرر برای مردم بیان کردگی است که این کار نکنید. اگر همین ضرر می داشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرام میکردن، قرآن حرام میکرد. قرآن صراحتا گفت که پیغمبر ما برای تو زنهای دخترای عمک، دخترای عمه، دخترای تقای، دخترای خالهات حلال کردیم گفت. بنابراین حلال است برادر. اگرچه بعضی علما با میگن که خیلی بیگانه گیری با خوبتر است، و ایتک خیشت است، بیهمین هم خیشت است، نزدیکی تو است، دختری عمکت است. یک بیگانه دیگه گیر خیشت با کلانتر میشد، عائلت بسیارتر میشد، یار و دوستات زیادتر میشد، قوتت کلام میشد. بله